میخواستم یه خواهش کنم. یک حکایتی رو شما، من بارها و بارها این رو دیدم در فضای مجازی، از مولانا دارین و روایت میکنین در واقع که شخصی میره پیش شخص دیگری گندم از اون میخواد. خیلی به نظرم زیباست و شما خیلی زیبا بیانش میکنید. اگر خسته نشدید این رو برای ما بگید که همه لذت ببرید. ایام قحطی بود، زمین ها بایر بود، خشکسالی بود، کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه و برای سد جوع بچه هاش استفاده کنه. میره از آسیابان خواهش میکنه که بچه هم گرسنن. آسیابان هم این مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره که تا گره دستمال باز شد، همه گندم‌ها ریخت رو زمین، به شدت به هم ریخت. رو کرد به خدا گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بخشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بخشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بخشودی آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم‌ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتادی یکی همیان زر. همون جایی که گندم‌ها ریخته بود کیسه زری رو پیدا کرد. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. عقل را خود با چنین سودا شکار، عقل را خود با چنین سودا شکار. کر مادرزاد را سرنا شکار. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن نعمتی است.